تعریف فکر رو حالا این تعریفی که حالا میتونیم به کار بگیریم تو مباحثمون با هم دوره کردیم، تفکرم گفتیم. حالا ما در مباحثی که داشتیم ما هم دیگه تحقیق میکردیم و روش کار میکردیم و آموزشش هم با هم دیده بودیم، یه نکته دیگه که خیلی جالب بود تفکر ظاهرگرا و باطنگرا بود. این دوتا چجوری ما میتونیم بازش بکنیم و این دوتا ارتباطشون با تفکر متعالی چیه؟ ما الان حالا بحث اینجاست که میگیم که تفکر متعالی روی کردش خودگرا نیست. حالا ما مبحث این که پس آفریننده است، پس خلاقیت یاست، و یه مبحث دیگه یه مقام مذهبی و کلامی داریم میشیم خداگراست. حالا بریم صحبت این بکنیم که پوزیشن این یا موقعیت این تفکر متعالی در ارتباط با موضوع تفکر ظاهرگرا و باطنگرا چیه؟ ببین تفکر متعالی همون تفکر آفریننده است. خب ما اگر میخوایم به ویژگی های تفکر متعالی بگذاریم میتونیم یک نگاهی بندازیم به نظام آفرینش. وقتی که به نظام آفرینش نگاه میکنیم یکی از اولین چیزهایی که به ذهن ما میخوره که نظام آفرینش چقدر کامله. این در نظام آفرینش هیچ چیزی نیست که به حال خودش رها شده باشه. تمام چرخه ها به خوبی رسم شده. گیاهان، حیوانات، انسان، کهکشان ها، خورشید. یعنی نظام آفرینش در معنای کلی کلمه یک سمفونی کامل و هماهنگ. در این سمفونی یک چیزی رو یه مقدار جابجا بکنی ببینی که به هم میخوره. این چرخه ها به هم میخوره. یه مقدار درجه حرارت زمین میره بالا میبینیم که خیلی تغییر و تحولات وسیع رخ میده. یعنی یکی از ویژگی های نظام آفرینش کامل بودن و هماهنگ بودن، هارمونیک بودن و هنرمندانه بودن. از این رو ما نام دیگری که در تفکر متعالی می‌ذاریم اینه کامل اندیشی هنرمندانه. یعنی اون هارمونیک بودن رو که مبحث هنرش وارد کردیم و فراگیر بودن و کامل بودنش هم. یعنی تفکر متعالی دو ویژگی داره. یکی که کامله، تمام نگاه تمام 360 درجه رو داره. دوم این که وقتی که از یک زاویه داریم میریم به یک زاویه دیگه این حرکتش حرکت خطی نیست بلکه یک حرکت هنرمندانه است. ممکنه اینطوری بچرخه دور موضوع. پس وقتی که من اینجا صحبت از ظاهر و باطن میکنم تفکر متعالی در بررسیش نسبت به موضوع هم ظاهر رو در نظر میگیره هم باطن. حالا ما برای اینکه موضوع رو بیایم ساده‌تر بکنیم کلاسیک‌ترش بکنیم میتونیم بگیم در پرداختن به یک موضوع ما دو بعد کلی داریم. خب یکی بعد مفهومی یا چراییه، بعد غاییه. وقتی که به این گیاه نگاه میکنیم یکی میگه که اصلا برای چی این گیاه، علت اینکه این گیاه اینجا هست چیه، که ما به این بعد مفهومی و معنایی میگیم بعد باطن، بعد درونی. یکی چراییه، به چگونگی، به ساختارها. چرایی رو همون بود مفهومیش میگی، چگونگی بود بیرونی و ساختاریش میگی. که اینها رو ما در اصطلاح میگیم باطن و ظاهر. یعنی وقتی که تفکر متعالی به یک پدیده نگاه میکنه هم از چرایی صحبت میکنه هم از چگونگی. این که اول به چی نگاه بکنه چی؟ اون بحث هماهنگی به وجود میاد. یعنی الزام نیست که میگه همواره تفکر متعالی در برخورد با یک موضوع اول باطن را نگاه میکند بعد ظاهر، یا اول ظاهر را نگاه میکند بعد باطن. نه این ارتباط خطی نیست. بگیم ما یه جا امکان داره از این موضوع ظاهر به باطن بره، یه جا باطن به ظاهر بره. ما چطور با این موضوع برخورد میکنیم؟ ما از چه زاویه‌ای با این گلدون، مسئله‌ای به نام گلدون ما برای چی داریم برخورد میکنیم؟ خب اینجا شما بحث از زیبایی میکنید، میگی اینجا خب این بحث مفهومیه. یه جا بحث این رو میکنی که من باید یه گلدونی رو اینجا بگذارم که این گلدون بتونه حشرات رو دفع کنه. بحث چیه؟ ویژگی ها و خاصیت ها و به عبارتی چگونگی هاست. یعنی نحوه ورود ما به مسئله،
یعنی اینکه این مسئله است که تعیین میکنه. اون صحبت هدف که صحبت کرده بودیم اینجا چی میشه؟ ببین همینه، اون هدفه که تعیین کننده است، نه متفکر. این هدفه که میگه به من در ابتدا از بود ظاهر وارد شد یا در بود از بود باطن. یعنی تو همین موضوع تو همین موضوع ما داریم میگیم که تفکر متعالی تفکر خودخواهی نیست. پس ببینید مثلا برای اینکه بتونیم کلمات بگیم که ما یه رویکرد ظاهرگرا داریم، یه رویکرد باطنگرا. بعد اگر از دیدگاه غایت بگیریم، خودگرا یا چی؟ خداگرا. درست، غایتش کجاست؟ این میشه چی؟ رویکرد ظاهری به مسئله داریم یا رویکرد چی؟ باطنی به مسئله داریم. تفکر متعالی اینجا کجا؟ ببین ما گفتیم تفکر متعالی بحث کامل اندیشی. یعنی خود تفکر متعالی هم نوعی رویکرده؟ به این تفکر متعالی دو تا عنصر داشت. دو مؤلفه اصلی داشت، یکی کامل اندیشی. این هم بود ظاهر باشه، هم بود باطن باشه. هم بود چیستی باشه، هم بود چرایی. هم بود چگونگی باشه. و عنصر دومش چی بود؟ هنرمندانه. یعنی وقتی که ظاهر و باطن بتونن با هم یک ترکیب هنرمندانی باشن، وقتی که این دو به یک هارمونی برسن، وقتی این دو به یک توافق برسن، ما اینجا میگیم اینجا تفکر متعالی بود. حالا این هارمونی ممکنه در یک مسئله‌ای بخوام کمش بکنم الزاماً 50-50 نیست. در یک مسئله‌ای بنا به ماهیت و شرایط و ویژگی اون مسئله ممکنه که در اونجا هارمونی این باشه که 10% ظاهرگرا باشه و 90% باطنگرا. در مسئله دیگه ممکنه 70-30 بشه. اون هدفه که اینجا بیان میکنه. ولی میگیم وقتی که این ظاهر و باطن به یک توافق، به یک هارمونی، به یک هماهنگی با هم دیگه میرسن و همدیگه رو کامل میکنن، اینجا تفکر متعالی میکنه. تفکر متعالی از یک جنبه نگاه نمیکنه. این بعضیا فقط یک مسئله از بعد ظاهریش نگاه میکنه. بعضیا مسئله رو فقط از بعد باطنی نگاه میکنه. هر دو میگیم اشتباه میکنه. خب یعنی امکان داره غایت ظاهرگرا بعضی وقت باطل باشه؟ یعنی خودگرا باشه؟ اگر در هارمونی با غایت باطنگرا نباشه. یعنی تو میگی که اگر ظاهرگرا و باطنگرا با هم هماهنگی داشته باشن الزاماً غایتشون اینجا تفکر خودگراست. آره. یعنی جایی که این دوتا دست بدن ما هماهنگی داریم و تفکر متعالی آفرینش الزاماً فراگراست، خداگراست. آره. اینجا بحث آفرینش رو میده. بحث تز و آنتیتز که به یک سنتز منجر میشه رو خونده. ولی در تفکر خودگرا بحث تخریب برای همین یکی بر دیگری غلبه داره. یعنی یکی خودشو مطلق از اون یکی میدونه، یا مطلق میدونه یا اون رو در واقع کنار میگذاره. پس ما میتونیم الان اینو به این صورت فهم بکنیم که جایی که ما هماهنگی تفکر ظاهرگرا و باطنگرا رو داشته باشیم تجربه تفکر متعالی داریم و تفکر متعالی غایتش خداگراست. درست. ما پس اینجا تو این مبحثی که الان با هم دیگه صحبت داشتیم یه صحبت غایت این تفکر رو داشتیم که بحث حقیقتگرا بودن، خداگرا بودن، خلاقیت دار بودنش رو داشتیم، آفریننده بودنش رو داشتیم. یه دونه چی داشتیم؟ بحث تفکر خودگرا معنیتش رو داشتیم و یه بحث رویکرد داشتیم، ظاهر و باطن، و اینکه اگر این ظاهر و باطن با هم هماهنگ باشن تفکر متعالی رو ما تجربه می‌کنیم و این تفکر متعالی فراگرا، خداگرا